در اسلام ملت نیست عزیزان من. اسلام ما و شما یک ملت دارد خلاص. وقتی که سوال میتن میگن که ملت با کی داری؟ با ابراهیم خلیل. ملت گفتگی چیز؟ از ابراهیم 10 سنت برای ما و شما موند. همین ملت میگن. این تاجیک، ازبک، کرجیز، قزاق گفتگی ملت در اسلام بازی میکنن. کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه و یپانی سیمی، کره سیمی، امریکانی سیمی، خدا خواهد انشاءالله فرانسوز ایمی، تاجیک ایمی، ازبک ایمی، کرجیز ایمی، قزاق ایمی. خدا قرآن میگه استعیذ بالله انما المؤمنون اخوه. شما همه تا دونری. از این خدا خواهد پدر ملت 10 سنت موندگی است. همه سنت ما و شما خدا خواهد اجرا کنیم. البته یکی سنتش خدا خواهد طهارت میکنیم. همین طهارت کردن، غرغره کردن، گل دهم شوفتنش سنت پدر ملت است. بینی را شوفتنش سنت پدر ملت است. موی سر گرفتن سنت پدر ملت است. موی لب تراشیدن سنت پدر ملت است. زیر بغل تازه کردن سنت پدر ملت است. زیر ناف تازه کردن سنت پدر ملت است. ختنه کردن سنت پدر ملت است. و ناخونایی که 21 تا ما شما داریم هر روز تراشیدنش سنت پدر ملت و سنت محمد صلی الله علیه و سلم شده رفت انشاءالله. حتی پیغمبری ما این سنت را تکرار کردن برای ما شما. دیمک ما شما چکار میکنیم؟ بدن ها باید که پاک باشد انشاءالله. ما نماز بخوریم همه ما. نماز نه 12 فرض متفقون علیه. همه علم ها اتفاق شدگیان. یکی همینش بدن پاک فرضه. اگر نماز خوان باشه بدن ناپاک باشه الله نماز قبول نمیکنه. اگر نماز خوان باشه لباسی پاک فرضه. لباس نجاست باشد خدا قبول نمیکند. در این بدن با چی میدره؟ که قلب پاک کنیم برادران. قلبی که ظرف ایمان است، قلب نسبت برادر مؤمن باید کینه و کدرت و حسد عداوت نداشته باشد. نماز خوان وقتی که شما نماز نخوانی اگر نسبت برادر عداوت داری، نسبت برادر و دشمنی داری، نماز تم الله قبول نمیکنه. شاعر بزرگوار میگه که بزرگان اسلام در دل چوکجیست روی برخاب چی سود؟ چون زهر در دیر رسد فریاد چی سود؟ ظاهری خود به جامه آراسته دلهای پلیت و جامه پاک چی سود؟ وقتی که میگه سرتا در زمین نمونه باید که قلب پاک باشد، بدن پاک باشد، دل ظرف ایمان پاک باشد، زبان پاک باشد. همه طرفا باید پاکی را چی؟ الله که پاکی را قبول میکنه. برای این نسبتی خدا خواهد منه بهار شد کیفیتی بلند عداوت از بین گم کنیم انشاءالله خدا خواهد. همیشه دوستی. من یک جناب عالیه بینم خدا مبارکش کنه الله سبحانه و تعالی یک پاشه عادل باره ما و شما گرچند دشمنیش کنن دوستی داره، گرچند نفرتش کنن هم خدا خواهد با جناب عالی چی داره؟ خیر احسان داده ساده با برادری که رساده. این برای ما شما یک عبرت است که شاه عادل شاه عالم است. همه طرف چه دنیای چه آخرت چه قرآن خبر داره. آسایش گیتی میگه 2 حرف است: با دوستان مدارا، با دشمنان مراسا. عزیزان من اگر خواهیم که دنیای ما آرام گیرد با همه مراسا میکنیم، دوستی میکنیم، اهلیگری میکنیم انشاءالله خدا خواهد. ملت بازی را از بین میپرتویم. همین ملت بازی ما و شما را خور کرده شده است. ما از ویش بهترم، ما از وی بهترم. نه، بهتر در دنیا نزد الله کی است؟ میگد اتقاکم، تقوادارای شما، پرهیزکارای شما، آدمای خوب شما نزد من قدر داریم. میگد با ملت نزد الله ما قدر پیدا نمیکنیم برادرم. با چی؟ با طاعت، با عبادت، با خدا شناسی انشاءالله خدا خواهد. با مهر مروت کتیم. ببین اسلام همچنان دین داریم. پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم عرب بود. اینه عرب بود خودش.
وقتی که سلمانی فارس رفت ایمان آورد، برادر ما و شما حبش یک میگره جا اومده ایمان آورد. پیغمبر اسلام همینا همش دوست می داشت. حتی سلمان فارس بینن که 10 کلمه رسول الله تاجیکی گفت دادگی است. 10 کلمه. در روز دیدن که سلمان فارسی در بالای زمین با شکم خواب است. گفتن از شکم که دردون. گفتن سلمان شکم درد، شکم تاجیکی است. عربی در شکم بحت نون نشوه. دردونه عرب ها داون میگن. این کلمه تاجیکی شوربا گفت، شوربا مخری گفت. از دوست داشتن سلمان صحابه گفتن که یا پیغمبر او این فارس تاجیک ما زبانش نمیفهمیم، یگان کار کن. گفت دهن تکشا بچم کشاد نگم خیلی آبی دهنشو پرداخت، در یک لحظه عربی گرم میزنیشت. او که بلال حبس سیاپوش بود، نه گر بود، لیکن صدر جنت شد. پیغمبر دوستش نداشت، معزینش کرد. بینید این باید ما شفاخت مثل این تطبیقاتی که پیغمبر بردگی است برای هر گونه ملت ها، برای هر گونه زبان ها که دوستی و برادری ما و شما امروز انشاءالله از دست ندیم. هممون مهمانیم، از یاد نبراریم. آیا مهمانی دیگر همونن؟ چون که بعد یک دم بعد چی میشد این الله میدوند. بعد یک بعد کدام ما شما باید دنیا تر میکنیم، نه فقط الله میدوند. اگر ما مهمانیمونه مردمونه هر روز بیاد بیارم، این عداوت ها، این دشمنی ها، این غیبت ها، این بهتان ها، این همش آیسته برهم میخورد. ما بگیم که حاضر که استاد آوردم هممون بای گفتن خدا خواهد یک 10 مینوت 15 نیم ساعت 1 ساعت بعد ایاد همه با همون گناه با همون کار با ادامتی میگه گفتن اگر برای شما عبرت در کار باشد الموت یکفی عبرتن، این مردن خودش عبرت است. همین که ما و شما خدا سمون بیاره نشاد. گفتی باید سفره نگت عقل باید کار فرماید، مرده را بیند و به خود آید. دیدین؟ عقل میگد باید کار فرماید، مرده را بی به خود بیا که امروزه سهره ما هم باله همون تابود میبرم. امروزه سهره نه دنیا داری ما شما، نه پول داری ما شما، نه خدا خواهد ماشینی ما شما، نه بچه های اتمنی ما شما، نه دختر نه مولا پیش این مرگ گرفته نمیتوند برادر، نمیتوند. هیچ کس نمیتونه. من سابق پرزیدنت خدا خواهد کریموف که اینجا وقتی که مرگ فراش رسید میدانن از تمام دنیا دکترها اومدن نتونستنش، چون که رسد و هیچ کس داشته نمیتوند. کتاب نمیگه که در کتاب 4 کتاب یک فرض است که تمام فرضها را بیکار میکند. این چیز جوابش میگه مردن است. تمام همه سعی کار نمونی، نه ماشینت در کاره، نه زن و نه بچه، نه خونت، نه نماز خوندن، نه عبادت. تمام. نمک سخن کنیم، سخن بسیار است عزیزانی من. خدا مناسبی ند روزای با خوب، روزای نخدا دیدن دیگر مناسبی ند. همیشه خدا خواهد بسیم سخنهای پیغمبر، سخنی الله همیشه باید دیگر دوستی، مهر و عاقبت، یا دیگر فهمی. اولا هر یک خودمون حرمت کنیم انشاءالله خدا خواهد دیگر را حرمت میکنه. اول آیلام خدا خواهد ما حرمت کنه، حتی بچه هم همسایه هم حرمت میکنه. دیمک ما در خانم صاحب حرمت باید صاحب عزت باشیم. خانه ها را پاک کنین، کوچه ها را پاک کنین. من خدا خواهد حاضر از خدا خواهد تاشکند یک برادر اومدن خدا خواهد انشاءالله برای زیارت ما و شما. البته دور میزنن قشلاق خوندن خدا خواهد انشاءالله. من حاضر گرمانیا تعریف میکنیم، فرانسیا تعریف میکنیم. اوی ما مسلمان ها پاک شدن در کار. ما الحمدلله دعوا میکنیم که دین ما پاکه. اینه که کوچه ما دیده نمیشه، لبی جوار ما دیده نمیشه، انهار ما دیده نمیشه. مسلا براده زنم در کوچه ها اختصه برادر خفه نشه. میگه من خدا سیام که کنه پافتم که کانال من ازاشه بعد اگر باور نکنیم سولدیا بعضی بیا کن هممون ما مردم برویم کوچه چون نمیرفتیم ما چی ما زنک نشیم یا کوچه توزه کردیم. پیغمبر بزرگوار اگر امت نشانگوی همه کار کرده تاریخ نداره. خونه رفته گید، بز جوشیده گید، نون بسته گید، شاک شوکته گید، دوخته گید. پیغمبر بوده 11 زن داشت. اگر خلاخر یکته کاش میفهمید رسولت پاشار میشید. لیکن عایشه صدیقه پرسیدن که رسولت نخونه چیکار میکرد؟ گفتن لباس خودش میدوخت، آبی طهارش خودش تیار میکرد. یا از عایشه مادام دیگه یا رسول الله همینم ما فعل میکنیم نمیشانی. اگر من خودم تونمو شما را گم ظلم کردگی میشه.
بین و بعد دوست نداشتی همه ما هم خدا خواهد در خونه زن هم ده یاردمچی باشه زن هم ده خدا خواهد که همیش جنسکای موزیسکای افتاگی نیست اینه دشمن ها اسلام پیدا کردن کاری جنسکای موزیسکای کردن خدا خواهد شد که مردک هم کار اومد یا هم باز داشته که دیوانده بیچاره زنک ای چه دوا او چه دوا بچه شد نه بخور و نه چاو با بالات برو این که وای که بیچاره روزش نتی و خوش حرم شو خواهیتی بیچاره حرم نشو نمیری اگر خواه دارم شو پیغمبر بزرگ بچه پایین 3 ساعت بالای گهواره میشیش خدیجه دام میگیرف 3 ساعت خیلی بیدون که پدیو میفته که زنک جان نوتی تو اوه دوست میداره زنش آرزو میکردن هر یک زنش که محمد از کنارش دور نباشه شیرین میگفت اصل میگفت معامله خوب داشت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما هم معامله هم نسبت زن همون این چه مهر نیست مهر در دست دو انسان است و پیش ما میگن نگه گرمش کن گرمش کش کش بکنی گرمش گرمه کنم لواک ده لواک شیرین کنه زنه خدا قد مرمت کن مردک مرمت کن گرم میشه بطریه نیست خشکنی گرم نیست کلچه چکریم ایستا پرتوفته الله سنم معاملم را دم خوب کنن زنم دوستمو میدارد ما زنم دوست میدارم سعادت دو دنیا شیرینی حیات لذت چه میچشیم قریه شبم عمر میگذره برای با آدم ممکن در دو خونه از نمیکنن زنشون لیکن عمر رفته است و ایوان بغل هند زندگی که خدا خواهد با عمرت خوبتر میشه با عمرت درازتر میشه خدا خواهد پیغمبر بزرگوار با آوازی بلند گفت میگد زی دنیا دوست دارم 3 چیز عطر و نماز و زنهای با تمیز من گفت از دنیا شما فقط 3 چیز دوست میدم دنیا تو هیچی نیست گفت آخرش یکتش گفت نماز است یکتش عطر زدن خوشبویی کردن گفت یکتش زنک است دیگه هیچی شیرینی ندارم ما هم باید که این چیزا را دوست داریم زندگی های خوب کنیم شیرین زندگی بریم خدا خواهد انشاءالله عمرهم هم دراز میشد حیات من انشاءالله شیرین میشد و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله رب العالمین